محترم، خیلی جاریه چی از آجای محترم؟ راه ساختن، کارپلوک ساختن، آب کشاندن به بعضی قشلاق‌های بی آب است، چاه کندن که به مردمی که نیاز به آب دارند، درخت شناندن که از اون درخت از سایگیش، از برگش، از میوهش، از هیزمش اگر مردم استفاده برن، همه اینها رو صدقه جاریه میگن. صدقه جاریه یعنی مثل آب روان، جاری است، همیشه روان است، یعنی ثوابش رفتن میگیره. هر روزی که استفاده برن شما هر روز ثواب میگیرید. مسجد ساختن است که هر یک نمازخوان قدمش در دور مسجد میکنه، با همون چه نمازی میخونه، شب زنده داری میکنه در مسجد، 5 وقت نماز فرض میخوند، سجده دوران دراز میکند، دعاها میکند، به قطار ثواب انمون نمازخوان شما ثواب میگیرید. قرآن در مسجد میمانی، صدقه جاریه به نام خود، به نام پدر مادر، کدام عزیزی نمانی، برای کدام آدمی که برای شما عزیز است. همه قرآن که یک بار ختم کنن شما در قبر هم باشید یک ختم ثواب اجر میگیرید، چی در دنیا زنده باشید چی اگر گذشته هم باشید اجر ثواب میگیرید. دویمش علمی که در اون فایده است. معلم هستی، مربی هستی، چیزی هست که به خلق خدا فایده میاری، در اون چی است؟ ثواب است. این کمترین علم میگه دهقانی. بابا وجود دهقانی را میتونه میگه من مکتب نخوندم، ایش نکردم، ای پشت زندگی ای دست فقط همین دهقانی میگه که خانه سازی. انا میرم تعلیم بدی به فرزندات، به شاگردات، به نویرهات، به نوسهات، شما در برابرش چی اجر میگیرید، چون که ای علم شما و یا استفاده بودن. بعد شما اونها محنت میکنن، اونها هم یک لقمه حلال میآورن، هر لقمه حلالی که میخورن شما ثواب میگیرید، چون که ای شما فایده بردون.